قصد سفر یه روزه رو داریم برای شیروان از مشهد. بعد مرتضی گفته که سبک بریم، یعنی یه کوله کلن برداریم. حالا من نمیدونم، سعی کردم زیاد چیزی بر ندارم، ولی چون اونجا یه اقامتگاه بومگردی میخوایم بریم دیگه مجبور شدم ملافه و اینا بردارم، لباس و ملافه بردارم. حالا نمیدونم اینا جا میشه تو این کوله یا نه. مشکی هم که خب نمیتونیم با خودمون ببریمش، باید بره پیش مهسا، بعد بره پیش یکی از دوستام. یه شب انگار کلن تنهاست. وسایل این آقا رو باید جمع کنم، پارکشم باید برداریم، کار خونه رو باید بکنم. مرتضی رفته ماشینو مرتبش بکنه، یه چک بکنه که میخوایم بریم توی جاده، ببینیم وضعیت چجوری میشه. ایشالله که اوکی بشه. همراه من باشین تا بعد. کجا بریم؟ میخوندی؟ باش سلیمی برای اقامتگاه چقدر راه اومدیم خدای من. ماشین آفرود. آره آفرود بابات ننه. چقدر زیباست، چقدر زیبا، چقدر زیبا. حجابمون هم رعایت کنیم. سلیمی جان رسیدیم. چقدر خوشگله. خب این یکی از خونه‌هایی که چه خنک و کاهگلیه دیگه توش. خب اونم یک اتاق. بیا اونم نگاه کن. گفت زد؟
ولش کن. اینم خونه آلموت. این یه خورده بزرگتره. چیزی نداره. این پنجره فقط نداره ولی سقفش قشنگه. خب کدوم پسند شد؟ فکر کنم اون بالاییه چون تراس داره بهتر بود. نظر تو کدوم بهتره؟ اون فقط تراس داره میتونه اسب بیاد بیرون بشین. آره. تو اینجا هم جا هست میتونه بیاد و جاش چطوره؟ خیلی قشنگه. خیلی خوشم اومده. ما رسیدیم اقامتگاه سلیمی. داریم مستقر شدیم و داریم میریم یکم پیاده روی کنیم و اینکه سر راه بریم از هوای خوب لذت ببریم. فعلا سلام علیکم. خب از اینجا باید رد شیم و و اینجا که میبینید زوارم است. زوارم بین بجنورد و شیروان است و فوق العاده زیباست. من خیلی خوشم اومد. خیلی باحاله. میخواد سنگ اکواریوم و اینا جمع کنه. خواهد ببینه گل نباشه سنگا. دیگه خیلی آشغاله ها. نریم دیگه خیلی آشغالیه. پر آشغال و گل. نگاه گیر کردن. ما از این رودخونه اومدیم بیرون. حالا میخوایم بریم این سمت ببینیم سمت راست چه خبره و این اقامتگاه سلیمی که یه اتاق صورتی گرفتیم. خیلی کوچولوه ولی قشنگه. برای یه شبمون خوبه. الان باز میخوایم بریم توی آب ببینیم چه خبره. این بر اینجا آلاچیخ داره و تخت داره و بازم اومده تو آب. چمه بدم بالاتر. خیلی خوشگله. این برش دیواره. این برش هم که دوتایی این علف هست و نمیشه رفت؟ درخت آماده پایین. آها سخته؟ آره خوشگله. رو فیلم قطعش And this cradle of life is Alexander found it using
اتاق کوچولی ما اسمش خانه یاسه و این صورتی است، خیلی با نمکه. هر کدوم از این آلاچیقا و هر کدوم از این خونه ها یه اسمی داره. خیلی رنگاش خوشگله، هم بافتش قشنگه هم رنگاشون خوشگل. از روی ما نبیا تو پا شیشه شیکونده. مرگله بیا اینجا، بیا قلبی پایین هم. این سگ اینجاست و مال انگار همین منطقه است. اینا بهش غذا میدن که همینجا میخوابه، استراحت میکنه. خیلی هم نازه عزیزم. نهار هیچی نخوردی؟ خب اینم فضای آرامش بخش، اینم املت، اینم سارا خانم. قربونتون برم، من حواسم فقط جون چی میخوای؟ آخه نون برات انداختم نخوردی. ما داریم املت میخوریم، گوشت که نمیخوریم. نوشه جون بخور ماما، بخور پسرم. نمیدونم دختری پسری، خیلی خوشگلی. آخه انقدر گوشنش بود نونه رو خورد، بازم براش بریزم. اینم پیشو کوچولوی ما. من طفلی غذا میخواست، ما داریم نون با املت براش ریختم، چون املت پیاز نداشت براش ریختم بخور. ریختیم یعنی. ای قربونت برم. به میخوری؟ غذا خوردی؟ نوشه جون بخور. خوشگل به دوربین نگاه میکنم. دیگه شب شد و چراغای اونور روشن کردن. اونجا هم دارن قلیون درست میکنن برای مشتریاشون. خیلی خوشگله. ساعت نزدیک 9. میخوایم عشق ابدی ببینیم. جا برق نمیدونم نیست، رفته 2 ساعت برق نیستش. اومدیم تو آلاچیق، تو تاریکی و ظلمات تخمه و بطری آب و همه چی آوردیم که عشق ابدی ببینیم. بای. This دست تاریکی چشت شیراز دستات کرد سیره، تو بارون عاشقم کردی یا رفتی، الهی بعد تو بارون بگیره یا منم عاشق و عشقت کوه قافه، از عشق تارم کردم کلافه، تو رفتی بعد تو کابوسو میگیره، رقیبم جای ما تا به بافه یا بلای من تو با هر یا تلایی، بعضی وقتی که جما برفتن مبتلایی یا بلای تو با هر یا تلایی، بعضی وقتی که جما برفتن مبتلایی یا